سلام دوستان، درخواست کرده بودیم قسمت پشت شلوار رو بهتون درس بدم. پشت شلوار خیلی راحته. قسمت جلوی شلوار رو زیر میذارین، یه کاغذ روش میذارین و کپی میگیرین. خطای افقی رو همه رو کپی میگیرید، به پهلو 1 سانت اضافه میکنید تا پایین. هر خط افقی که میریم بیرون 1 سانت بعد اضافه کنید. 1 سانت به کمر، به باسن، به فاق، به زانو و به دمپا. این خط پهلو قسمت پشت رو میکشید. برای قسمت پشت فاقمون برای جلو 1/20 بود، برای پشت 1/8 میریم بیرون، 1/8 میریم بالا، هلال پشت رو میکشیم. از قسمت کمر 3 سانت میریم بالا و 1 سانت هم از پهلوی جلو رفته بودیم بالا، برای پشت هم میریم بالا و این 3 سانت رو به این 1 سانت وصل میکنیم. خط اتو رو کپی میکنیم از قسمت جلو. خط ساسونش هم اندازه ساسون هم 1 سانت 1 سانت و قد ساسون 10 سانت. تو این قسمت 1 سانت به دمپا اضافه میکنیم، 1 سانت به زانو و این خط رو به این قسمت وصل، به زانو وصل میکنیم، از دمپا به زانو وصل میکنیم و به فاقمون وصل میکنیم. این میشه قسمت پشت شلوار. موفق باشید.